سلام به دوستای نوری و عزیز. امیدوارم که روز به روز قلبتون نورانی تر بشه. اومدیم که امروز با هم دیگه در مورد تناسخ و برزخ صحبت کنیم. چیزی که ذهنمون رو خیلی درگیر کرده که آیا زندگی پس از مرگ حقیقت داره؟ آیا ما پس از مرگ دوباره متولد میشیم و این تولد ادامه داره؟ نگاهی داشته باشیم به برزخ در اسلام که یعنی دنیایی بین مرگ و قیامت. در این مرحله روح انسان به دنیای دیگه میره و تا قبل از قیامت منتظر حساب کتابه. این مرحله به نوعی گذرگاه برای روح، جایی که اعمال انسان در این دنیا تأثیر خود را در آنجا میگذارد. خداوند توی قرآن میگه که برزخ تا روز قیامت برای انسان و جاندارانه، ولی تناسخ که بیشتر در مذهب هندو، بودیسم و سایر آموزه‌های شرقی وجود دارد، طبق این باورند که پس از مرگ روح دوباره به یک بدن جدید در میاد و زندگی دیگری ادامه میده و این چرخه از تولد، مرگ و تولد دوباره تا زمانی که انسان به رهایی نرسد ادامه دارد. و تناسخ یعنی انتقال روح به بدن جدید، اما این با عدالت خدا تضاد دارد.